این یه غذای معمولی نیست، یه غذای خاص گیلانه که کمتر شناخته شده است. غذایی مربوط به منطقه غرب گیلان، تالش و آستارا. یه رستوران خاص رو انتخاب کردم که باسترمای اردک بخورم. این بار انتهای ویدیو بهتون میگم این رستوران کجاست. باسترما در زبان ترکی به معنای درد شده یا پوشیده است. دلیل نامگذاری این غذا هم همینه. یک فروند اردک خوشمزه و لذیذ لای برنج پنهانه و طی یه مراسم شگفت‌انگیز قراره رخ نمایان کنه. تهدیگا رو که کنار بزنیم با یه اردک کامل روبرو میشیم. اردکی که از قبل خوب پخته شده و همراه سس گردو و پیاز و رب ازگیل معروف به لونگی توی دل برنج دم کشیده. باسترما غذای متعلق به مناطق ترک زبان غرب گیلانه، اما برخلاف سایر غذاهای گیلان زیاد شناخته شده نیست. توضیحات جذابتر رو تو کپشن حتما بخون.